سلام های امیری، خیلی خوش اومدید. سلام، زنده باشید. غرفه ما. نظرتون راجع به این دیوایدرها چیه؟ قبلا شما چیکار میکردین که اینا نبود یا الان استفاده میکنید ازش؟ در حدود 10-15 سال پیش ما یه مشکلی توی فضای سبزای صنعتی داشتیم. آب شوینده و کارهایی که کارگرها انجام میدادن وارد باغچه‌ها میشد. من همیشه دنبال یه سپراتور، یه جدا کننده، یه مانع بودم که این آب وارد باغچه‌ها نشه. فیلم‌های زیادی دیدم، عکس‌های زیادی دیدم، سرچ زیادی کردم، به نمونه‌های بتونی رسیدم. از روی این ابزارهای گچبری یه قالبی ساختم و خودم اون جدا کننده رو کنار باغچه ایجاد کردم. خیلی سخت بود. حالا مشکل بتون میشه بهم بگید؟ مشکل بتون یکی این که اجرای خوب در آوردن، دوستا کار خوب داشتن، اونجا آب در دسترس بودن، بتون درست کردن، ترک نخوره. چوبم که مشکلات داشت، مواد خورنده بودن و شوینده رو داشتیم و خرابی به بار می آورد و زنگ میزد و رنگ برمیگشت و این سختی‌ها رو داشت. الان با اینا راحت می‌کنم. ببین اینا رو من رصد کردم، حتی تو سفری که به شیرازم داشتم کنار ارگ کریم خان شهرداری شیراز اجرا کرده بود، من اونجا هم دیدم. دو تا مزیت مهمش رو بخوام بگم، یکی اینکه راحت در دسترس و قیمت ناچیزیه، زیر قیمت چینه قیمت. و نکته مهمش پلی اتیلن، مواد اولیه‌اش رو دارین. حالا اگه بخوام انتقادی که نه، بخوام راهنمایی بکنم، من فکر کنم تنوعش رو ببرین بالا، تو شکل‌های مختلف، توش ابزارهای قشنگ‌تر داشته باشین، خیلی جای توسعه داره. بله، این 27 قالب داره که ما یه دونه‌شو 27 قالب تو کشور ساختیم و راهنمایی کردیم، گسترشش میدیم. ان شاءالله هفته بعد یه قالب دیگه‌اش میاد بیرون. یه تجربه دیگه من از این بگم، دانشگاه آزاد دماوند حدود 9 سال پیش می‌خواستن لوگوی دانشگاه رو روی کوه اجرا بکنن. دنبال یه همچین چیزی بودن که یه باغچه‌های جدایی رو اون لوگو رو کامل در فلکسی با فلکسی این کارو می‌کردیم. ما هرچی گشتیم نشد، ولی خب حالا اجرا کردیم به سختی‌های خاصی دیگه. اینو نداشتیم. ان شاءالله بتونه کمک این صنعت بکنه. ان شاءالله ما بحثی که داریم اینه که ما یه قلم رو ساختیم، میریم دست شما، اصلا ادعایی نداریم که هنری داریم، ولی هنر شماست که با هنر ایرانی و قاطی بشه. یه طرحی متناسب با زیست بوم منطقه، مثلا تو اصفهان شاه عباسی رو کار کنیم، تو ارگ متناسب با ارگ کریم خان کار کنیم. یه نکته این قلمه که هنر شماست که بعد یه نکته قشنگ من دیدم، نورم به این اضافه کرده بودیم. ما توی اماراتی ساختیم، امارت خوشچین بود اسمش. ما از لاینای نوری خیلی استفاده کردیم. اون موقع اینو نداشتیم و اون لامپا چون همیشه آب می‌خورد، در معرض بود، همیشه آسیب می‌دید. این خودش به عنوان یه محافظ لامپا هم میتونه کار انجام بده. خدا ان شاءالله که شما رو حفظ کنه و برای ما نگه داره، که کارهای قشنگ و جدید از